به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با معرفی برندی از روزهای امریکا شروع می‌کنیم. روز شکرگزاری امریکا یا تانکسگیوینگ چیست و نماد این روز در امریکا و کانادا چه می باشد؟ شکرگزاری به انگلیسی تانکسگیوینگ یا روز شکرگزاری تانکسگیوینگ دی یکی از اعیاد ملی و رسمی در کشور امریکا هستش. لطفاً با من همراه باشید تا محتوای روز شکرگزاری و نماد این روز رو برای شما توضیح بدم در این پادکست زیبا. روز شکرگزاری یک تعطیلی ملی در امریکا و کانادا است و در این روز مردم به شکرانه برداشت محصولات جشنی برگزار می‌کنند. جشن‌های مشابهی هم در برخی نقاط دیگر دنیا برگزار می‌شود. در امریکا روز شکرگزاری در 4مین پنجشنبه ماه نوامبر و در کانادا در 2مین دوشنبه ماه اکتبر گرفته می‌شود. جشن شکرگزاری ریشه در اعتقادات مذهبی و فرهنگی مردم دارد. این جشن در ایالات متحده امریکا، در کانادا، در لیبریا، در پورتوریکو و جزیره نورفک برگزار میشه. نوعش ملی و فرهنگی هستش و در کانادا گفتیم 2مین دوشنبه ماه اکتبر و در امریکا 4مین پنجشنبه ماه نوامبر هستش و در نورفک آخرین چهارشنبه ماه نوامبر و در لیبریا اولین پنجشنبه ماه نوامبر رو روز جشن شکرگزاری نامیدن. این عید در امریکا هر ساله در 4مین پنجشنبه ماه نوامبر گرامی داشته می شود. این مراسم به صورت سالیانه برای تشکر از دارایی‌های مادی و معنوی یک فرد صورت می‌گیرد. این روز یکی از تعطیلات فدرال در امریکاست. رسم است که امریکاییان در این روز از نعمات فراوان در زندگی خود یاد و قدردانی کرده و برای شام در این روز بوقلمون سرو می‌کنند. رخدادی که امریکاییان عموماً به آن نخستین شکرگزاری می‌گویند توسط پدران زائر پس از اینکه آنان برای نخستین بار در سال 1621 در برجیت محصول درو کردند جشن گرفته شد. این ضیافت 3 روز به طول انجامید. 90 تن از سرخپوستان و 53 زائر در آن شرکت کردند. مستعمره نشینان نیو انگلند عادت به جشن گرفتن منظم شکرگزاری داشتند. روزهای نیایش و سپاس از خدا به خاطر برکاتی چون پیروزی نظامی یا پایان یک خشکسالی. اختصاص زمانی برای شکرگزاری برای نعمت‌های خود همراه با برگزاری جشن‌هایی برای جشن برداشت محصول هر دو از اقداماتی هستند که مدت‌ها قبل از سکونت اروپایی‌ها در امریکای شمالی پیش از این است. خدمات شکرگزاری مستند در قلمرویی که در حال حاضر به ایالات متحده تعلق دارد توسط اسپانیایی‌ها و فرانسوی‌ها در قرن 16 میلادی انجام شد. خدمات شکرگزاری در جایی که در سال 1607 به کشورهای مشترک المنافع ویرجینیا تبدیل شد معمول بود. اولین سکونتگاه دائمی جیمزتاون ویرجینیا در سال 1610 مراسم شکرگزاری برگزار کرد. در 4 دسامبر 1619 38 مهاجر انگلیسی بلافاصله پس از فرود در برکلی صد در شهرستان چارلز سیتی ویرجینیا مراسم شکرگزاری را جشن گرفتند. منشور شرکت لندنی گروه به طور خاص ایجاب می‌کرد روز ورود کشتی‌های ما به مکان تعیین شده برای کاش در سرزمین ویرجینیا باید سالانه و همیشه به عنوان روز شکرگزاری خداوند متعال نگه داشته شود. این جشن از اواسط قرن 20 هر سال در مزار برکلی خانه اجدادی خانواده هریسون گرامی داشته می شود.
برجسته ترین رویداد تاریخی شکرگزاری در فرهنگ عامه امریکایی جشن سال 1621 در مزرعه پلیموس است، جایی که مهاجران پس از یک فصل رشد موفق جشن برداشت محصول را برگزار کردند. جشن‌های پاییزی یا اوایل زمستان در سالهای بعد به طور پراکنده ادامه یافت، ابتدا به عنوان یک مراسم مذهبی بداهه و بعد به عنوان یک سنت مدنی. شهرک نشینان پلیموس که به عنوان زائران شناخته می‌شوند، در سرزمین متروکه‌ای ساکن شده بودند که همه سرخپوستان پاتوکس به جز یکی در اثر شیوع بیماری جان باختند. پس از یک زمستان سخت که نیمی از شهرک نشینان پلیموس را کشت، آخرین پاتوکس بازمانده تیسکوانتو که بیشتر با نوع کوچک اسکوانتو شناخته می شود که انگلیسی را آموخته بود و به عنوان برده در اروپا از طاعون اجتناب کرده بود، به درخواست ساموس وارد شد. اولین بومی امریکایی که با زائران روبرو شد، اسکوانتو نحوه صید مارماهی و پرورش ذرت را به زائران آموزش داد و به عنوان مترجم برای آنها خدمت کرد تا اینکه یک سال بعد او نیز تسلیم بیماری شد. رهبر ومپونگ ها همچنین در زمستان اول، زمانی که آذوقه های آورده شده از انگلستان ناکافی بود، به مستعمره نشینان غذا داد. ماستا سوئید امیدوار بود که اتحادی بین ومپنگ ها ایجاد کند که خود به دلیل همان طاعون که پاتوکس ها را نابود کرد و انگلیسی های مسلح بهتر در رقابت طولانی مدت خود با قبیله نارا جانستریت که عمدتاً از این بیماری همهگیر در امان مانده بودند اتحاد ایجاد کند. قبیله استدلال کردند که با توجه به اینکه حجاج زنان و کودکان را آوردند، برای جنگ با آنها نیامدند. زائران پس از اولین برداشت محصول خود در سال 1621 به مدت 3 روز در پلیموس جشن گرفتند. زمان دقیق آن مشخص نیست، اما جیمز بیکر، معاون پژوهشی پلیموس پلنتیشن، در سال 1996 اظهار داشت این رویداد بین 21 سپتامبر و 11 نوامبر رخ داد. 1621 با محتمل ترین زمان در حوالی مایکلاماس، 29 سپتامبر زمان سنتی است. روایت‌های قرن 17 این مراسم را به عنوان جشن شکرگزاری شناسایی نمی‌کنند، بلکه پس از برداشت محصول انجام می‌شود. این شامل 50 نفر بود که در می فلاور همه کسانی که از 100 نفری که فرود آمده بودند و 90 بومی امریکایی بودند، این جشن توسط 4 زن زائر بالغ که از اولین زمستان خود در دنیای جدید جان سالم به در بردند، لنور یا النور بیلینگتون، الیزابت هاپکینز، مری بروستر و سوزانا وایت همراه با دختران جوان و خدمتکاران مرد و زن پخته شد. طبق گزارش‌های نوادگان ومپنگ‌ها، برداشت محصول در اصل برای زائران به تنهایی تنظیم شده بود. بومیان بازمانده با شنیدن صدای شلیک گلوله‌های جشن و ترس از جنگ برای دیدن جشن وارد شدند و به گرمی از آنها استقبال شد تا به جشن بپیوندند و غذاهای خود را در وعده غذایی سهیم کنند. روز شکرگزاری یک تعطیلات فدرال در ایالات متحده است که در 4مین پنجشنبه نوامبر جشن گرفته می شود. گاهی آن را روز شکرگزاری امریکایی خارج از ایالات متحده می نامند تا آن را از تعطیلات کانادایی به همین نام و جشن‌های مرتبط در مناطق دیگر متمایز کنند. این جشن به عنوان یک جشن برداشت محصول آغاز شد و مرکز جشن شکرگزاری شام شکرگزاری باقی مانده است. شام به طور سنتی شامل غذاها و غذاهای بومی قاره امریکا، یعنی بوقلمون، سیب زمینی معمولاً به صورت پوره، قیمه، کدو، ذرت، لوبیا سبز، کرنبری معمولاً به شکل سس و پای کدو تنبل است. از دیگر آداب و
رسوم شکرگزاری میتوان به سازمان‌های خیریه ارائه شام شکرگزاری برای فقرا، شرکت در مراسم مذهبی، تماشای رژه‌ها و تماشای بازی‌های فوتبال اشاره کرد. فرهنگ امریکایی روز شکرگزاری به عنوان آغاز فصل تعطیلات پاییز و زمستان در نظر گرفته می شود که شامل کریسمس و سال نو می شود. مستعمره‌های نیو انگلند، ویرجینیا در ابتدا روزهای شکرگزاری را جشن می گرفتند و از خدا برای نعمت‌هایی مانند برداشت محصول، فرود کشتی‌ها، پیروزی‌های نظامی یا پایان خشکسالی تشکر می کردند. رویدادی که امریکایی‌ها معمولاً آن را اولین روز شکرگزاری می‌نامند. توسط زائران پس از اولین برداشت محصول در دنیای جدید در اکتبر 1621 جشن گرفته شد. این جشن 3 روز به طول انجامید و 90 بومیان آمریکایی ومپوها و پیلیگریم 53 بازماندگان میفلاور در آن شرکت کردند. کمتر شناخته شده است. یک جشن شکرگزاری قبلی در ویرجینیا در سال 1619 توسط مهاجران انگلیسی که به تازگی در برکلیست در کشتی مارگارت فرود آمده بودند جشن گرفته شد. روز شکرگزاری از سال 1789 با اعلامیه رئیس جمهور جورج واشنگتن پس از درخواست کنگره در سراسر کشور جشن گرفته می شود. پرزیدنت توماس جفرسون تصمیم گرفت این تعطیلات را برگزار نکند و جشن آن متناوب بود تا اینکه پرزیدنت آبراهام لینکلن در سال 1863 روز ملی سپاسگزاری و ستایش از پدر مهربان ما را که در آسمان‌ها زندگی می‌کند اعلام کرد و از مردم امریکا نیز خواست که با توبه حقیر از انحرافات و نافرمانی‌های ملیمان برای التیام جراحات ملت با شفای عاجل از دست تعالی استدعا داریم. لینکلن آن را برای آخرین پنجشنبه نوامبر اعلام کرد. در 28 ژوئن 1870 رئیس جمهور اولسز اس گرند قانون تعطیلات را امضا کرد که روز شکرگزاری را به عنوان تعطیلات فدرال سالانه در واشنگتن دی سی تبدیل کرد. در 6 ژانویه 1885 یک قانون توسط کنگره روز شکرگزاری و سایر تعطیلات فدرال را برای همه کارگران فدرال در سراسر ایالات متحده تعطیلات با حقوق و دستمزد تعیین کرد. در زمان پرزیدنت فرانکلین دی روزولت تاریخ به یک هفته زودتر منتقل شد که بین سالهای 1939 و 1941 در میان مناقشات قابل توجهی مشاهده شد. از سال 1942 به بعد روز شکرگزاری توسط کنگره که توسط FDR به قانون تبدیل شد تاریخ مشاهده دائمی دریافت کرد. 4مین پنجشنبه در نوامبر که دیگر به صلاح دید رئیس جمهور نبود. اما نماد روز شکرگزاری در امریکا و کانادا چی هستش؟ بوقلمون رایج‌ترین غذای اصلی یک شام شکرگزاری است. تا جایی که گاهی شکرگزاری را در عامیان روز بوقلمون می‌نامند. الکساندر همیلتون اعلام کرد که هیچ شهروند ایالات متحده نباید در روز شکرگزاری از بوقلمون خودداری کند و بنجامین فرانکلین برای بوقلمون وحشی به عنوان نماد امریکایی احترام زیادی قائل بود. با افزایش محبوبیت روز شکرگزاری در دهه 1800 بوقلمون نیز محبوبیت یافت. در سال 1857 بوقلمون بخشی از شام سنتی در نیو انگلند شد. بوقلمون اهلی که اکنون خورده می شود با بوقلمون وحشی که همیلتون و فرانکلین می شناسند بسیار متفاوت است. گونه ملگریس گالاواپو بومی قاره امریکا بوده و حدود 5 میلیون سال پیش تکامل یافته است. حداقل 5 زیرگونه هنوز در 48 ایالت مکزیک و کانادا یافت می شود. یک گونه جداگانه بوقلمون او سلتد کمیاب است اما هنوز در شبه جزیره یوکاتان یافت می شود.
بوقلمون وحشی میتواند با سرعت 55 مایل در ساعت پرواز کند و تا 25 مایل بر ساعت بدود که گرفتن آنها را سخت میکند. زیرگونه جنوبی مکزیک گالاواپو تقریبا منقرض شده است، اما در اوایل قرن 16 توسط اسپانیایی‌ها از مکزیک به اروپا برده شد. فرزندان آن بعداً به آمریکا بازگشتند. انواع تجاری بوقلمون قرن 20 از این نوادگان اروپایی پرورش داده شد. بوقلمون سفید کوچک یا بلسویل توسط USDA در مرکز تحقیقات کشاورزی بلسویل در مریلند در پاسخ به تقاضای مصرف کنندگان برای یک بوقلمون کوچک بین 8 تا 15 پوند با گوشت سفید بیشتر و بدون پرهای تیره پرورش داده شد. در سال 1947 به صورت تجاری معرفی شد و نزدیک به 20 سال بر بازار تسلط داشت. بوقلمون سفید کوچک بلسویل جایگزین بوقلمون سفید سینه پهن شد که به طور خاص برای جشن‌های بزرگ مانند روز شکرگزاری پرورش داده شد. نمونه‌ها می‌توانند تا بیش از 40 پوند رشد کنند، اما این نژاد باید به طور مصنوعی پرورش داده شود و به دلیل اندازه آن از مشکلات سلامتی رنج می‌برد. تخمین زده می‌شود که بیش از 99% از بوقلمون‌های امریکایی خورده شده را سفیدپوستان به صورت سینه پهن تشکیل می‌دهند. در سال 2006 انتظار می‌رفت که پرورش دهندگان بوقلمون امریکایی 270 میلیون بوقلمون تولید کنند که به 5 میلیارد تن گوشت بوقلمون به ارزش تقریبی 8 میلیارد دلار تبدیل شود. با 1/3 کل مصرف بوقلمون در فصل شکرگزاری، کریسمس و مصرف سرانه تقریباً 18 پوند یا 8.2 کیلوگرم. بیشتر بوقلمون‌های روز شکرگزاری با یک پودینگ نان خوش‌طعم سنتی پر شده و برشته می‌شوند. مریم گلی گیاه سنتی است که همراه با پیاز و کرفس خورده شده به چاشنی اضافه می‌شود. مواد دیگری مانند شاه بلوط خرد شده یا سایر آجیل‌های درختی، سوسیس یا بیکن خرد شده، هویج، زغال‌اخته، کشمش یا سیب را می‌توان به چاشنی اضافه کرد. اگر مخلوط خارج از پرنده پخته شود، به طور کلی مایع اضافه می شود. تعدادی از عوامل فرهنگی ممکن است تأثیر بگذارد که آیا آن را به عنوان پر کردن یا لباس کردن می نامند. بوقلمون سرخ شده نیز به دلیل زمان آماده سازی کوتاه‌تر پیشنهاد شده است، اما خطرات ایمنی را به همراه دارد. مصرف بوقلمون در روز شکرگزاری چنان در فرهنگ امریکایی ریشه دوانده است که از سال 1947 فدراسیون ملی بوقلمون هر ساله قبل از هر روز شکرگزاری یک بوقلمون زنده را به رئیس جمهور ایالات متحده هدیه می‌دهد. این بوقلمون‌ها در ابتدا برای شام شکرگزاری رئیس جمهور ذبح و خورده شدند. از سال 1989 بوقلمون‌های ارائه شده معمولاً مورد عفو ساختگی قرار می‌گیرند و به یک پارک فرستاده می‌شوند تا بقیه عمر طبیعی کوتاه خود را سپری کنند. از سال 1947 فدراسیون ملی بوقلمون در مراسمی به نام ارائه ملی شکرگزاری بوقلمون یک بوقلمون زنده و 2 بوقلمون تزیین شده را به رئیس جمهور ایالات متحده هدیه داد. جان اف کندی اولین رئیس جمهوری بود که گزارش شد از بوقلمونی که به او داده شده بود چشم‌پوشی کرد. او گفت قصد ندارد پرنده را بخورد و رونالد ریگان اولین کسی بود که به بوقلمون عفو ریاست جمهوری اعطا کرد که به شوخی آن را در سال 1987 به بوقلمون خود تقدیم کرد. بوقلمون سپس به باغ وحشی فرستاده شد. برخی از افسانه‌ها منشأ عفو بوقلمون را به دولت هری ترومن یا حتی به عفو آبراهام لینکن بوقلمون کریسمس پسرش مربوط می‌کنند. هر دو داستان در سخنرانی‌های اخیر ریاست جمهوری نقل شدند، اما هیچ یک از آنها هیچ مدرکی در کارنامه ریاست جمهوری ندارد. در سالهای اخیر
دو بوقلمون مورد عقد قرار گرفتند، در صورتی که بوقلمون اصلی برای عقد ریاست جمهوری در دسترس نباشد. جورج اچ دبلیو بوش که در دوران ریگان به عنوان معاون رئیس جمهوری خدمت میکرد، عقد بوقلمون را به یک سنت دائمی سالانه پس از تصدی ریاست جمهوری در سال 1989 تبدیل کرد. سنتی که از آن زمان هر سال توسط هر رئیس جمهور انجام شده است. بوقلمون‌های عقد شده معمولاً در حومه ویرجینیای شمالی واشنگتن دی سی به سر میبرند. از سال 1989 تا 2004 آنها به یک مزرعه کودکان به نام پارک مزرعه ماهیتابه در هرندون ویرجینیا فرستاده شدند. از سال 2009 تا 2013 آنها به املاک مانت ورنون، جورج واشنگتن در نزدیکی اسکندریه ویرجینیا فرستاده شدند و در سال 2014 آنها به ملکی در لیزبورگ ویرجینیا فرستاده شدند که زمانی متعلق به فرماندار سابق ایالت و کشاورز بوقلمون وستمورلند دیویس بود. با این حال از سال 2005 تا 2009 آنها به یا والت دیزنی ورلد یا دیزنیلند فرستاده شدند. بوقلمون‌ها به ندرت زنده میمانند تا روز شکرگزاری بعدی را ببینند، زیرا برای اندازه‌های بزرگ پرورش داده می‌شوند. خب امیدوارم که از این توضیحی که در مورد روز شکرگزاری و بوقلمون هستش لذت برده باشید و خوشتون اومده باشه. تا معرفی برند و روز دیگری در کشورهای مختلف جهان، خدا نگهدارتون. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعد، خدا نگهدارتون.